فدراسیون شنا کشور با همکاری سازمان نسل مثبت برای نخستین بار از روز جهانی شنا در کشور باراندازی یک دور رقابت‌های آببازی میان 24 ورزشکار در کابل در 6 راوند و 3 کاتگوری تجلیل کرد. مسابقات بین‌المللی از تاریخ 14 شروع میشه تا 31 خلاص میشه. بین 180 کشور جهان است و 2500 بهترین شناگر جهان که مدال‌های المپیکی کشورهایشان از المپیک جهانی دارند. افغانستان در مقابل اونا قرار میگیره و کلانترین افتخار مایی است که جایگاه افغانستان در اوجا پر میشه در تاریخ اولین بار. ورزش علی هر نوعش در امر تحقق آرمان‌های توسعه پایدار سازمان ملل و همچنان در امر ایجاد همدلی، همدیگرپذیری و توسعه جامعه سالم میتونه نقش داشته باشه و نسل مثبت هم ورزش به عنوان یک وسیله در امر تحقق یا تأمین صلح امرش همکار است. پیام برای دوستای معلولی است که رشته ورزش انتخاب کنن. رای حلش نمیست. فکر میکنم که به خاطر که برای فیزیکلی، منتلی یا مثلا سایکولوژی یا مثلا روحانی اگه تکلیف چیز کنن میتونه که برشان کمک کنه و رای هم برشان است که زندگی را بیشتر ترجیح بدن به ورزش و راههای خوبتر پیدا کنن، روشن‌تر، آینده خوبتر. می‌خوایم که در اینجا یا در خارج یعنی در مسابقه بتونیم تا بیرق افغانستان در خارج بلند کنیم. در پایان این رقابت‌ها که در 6 راوند و 30 بخش برگزار شده بود، در بخش آزاد آن غلام سرور جایگاه نخست، سلیم دوم و سجاد حسینی جایگاه سوم را به دست آوردند. این در حالی است که قرار است 2 شناگر برتر کشور تا 15 روز آینده برای شرکت در رقابت‌های جهانی شنا که میان نزدیک به 2500 ورزشکار در هنگری برگزار می شود رهسپار این کشور شوند.